طرف قبله نیست. همونجا کدام طرف روم هست، کدام لباس در قرار دارم، با همونا به اشاره سر نماز ما باید بخونیم. نماز در یگان صورت ای گردن ما هیچ وقت ساکن، فقط در یک حالت است. حالتی را که آدم بیهوش باشد. بیهوش در اختیار خودش نیست. حتی در مسئله میگه که زنی هست که در حالت حاملگی قرار دارد، این ساعت یا ساعت دیگه میگه تولد میکنه، وقتی نماز آمد چیکار کنه؟ اگه ببینید توی اندازه را که میگن که حتی زیر پاش میگه چقری بکنه، اگه همون زمانهای خودشون کسی حالت نشسته را میگه زنه قرار بگیره، خب همون حالت نماز خونه. تا کودک میگه از بدنش جدا نشود، تا همون زمان در گردنش میگه فرضه. و یک مسئله دیگه میگفت است یک آدم اگر در حاجتخانه بغلطه چی؟ در حاجتخانه غلطی دستش تا همه گلوهاش در حاجتخانه است. فقط میگه کلک بیرون، میگه وقتی نماز باشه همونجا نماز شخونه میگه. به نام خدا توی اندازه نماز مهمی نماز های که امروز بین همه شرایط هست و به توفیقی همه شرایط خدا را شکر محیای نه شکمی گشنه دارن نه تنه لج دارن، همه شرایط محیای نمیخونن. برای بسیار موضوع مهمه و جدی هست چیز کنم. بعد دخترها را بگین در حالت سودا مثلا لباس ها را رعایت کردنش. از اینه برادر ما سوال کرد که نماز مثال نمازش میخونه و لیکن گردن دستی او موی سری او را همگان میبینه. این چه نمازه؟ یک کس میگه پیش پیغمبر خدا آمد، گفته پیغمبر خدا گفته است که الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خدا قرآن گفته است که نماز تا بخون من ترا از بی‌حیایی، بی‌شرمی، دزدی، خیانت، حرامی از همه میگردانم. آخه اینجا نمازخانه های هستن که دروغ میگن، زنا کرده استن، سری لوچ میگردن، گردن های لوچ میگردن. چه نمازخانه؟ پیغمبر خدا گفت که اما تلفناتون رو دادر بگیرین و باشه گمش که من الرژی دارم از تلفن میدونم اما آواز من فهمیدم که همه تلفن دارین شید دیگه، اما آواز شب بگیرین گمشم کنین که من هم قدر حالتهای صحبت دادم نمیفارم بعد. خب همون چیز کردن. بعد پیغمبر خدا گفتن که این سببش در او هست که نمازش از برای خدا نیست. وقتی آدم نماز از برای خدا بخونه پس او در دیگر فرمایش‌های خدا هم اجرا کننده است. لیکن نماز که برای خدا نیست، برای همین به پروانه که میخونه نماز با در برابرش مثال گویم حرامی و حرجیش کردن دیگه. طور نمازهایی که عرق خوردیسه، طور نمازهایی که برادرش فریب کیسه، طور نمازهایی که امروز دروغ میگه، نمازخانه. این معنای چیه؟ نماز معنای این بود که این از برای خدا نبوده. نمازش از برای خدا میشید، خدا معنیش میکرد. برای مثال زنها هم از همه امروز مهم همین است که هر چیز زیبایی که داری خدا نصیبت کنه برای شوهرت است، برای کوچه نیست. آزیر بدبختی مثال زنهای ما در همین است که برای بیرون، برای کوچه بهترین شرایط میکنن، بهترین زیبایی را برای کوچه میکنن. لیکن حالا که این همه زیبایی و همه خوبصورتی و همه رنگباری او برای شوهر برای او نمیکنه. محروم ترین انسان در روی دنیا از زیبایی زن شوهر شد. تو یک کسی ترگوش کم از مولوی های زایدان میگه و خدا قسم میگه یک مرد میگه در کوچه میگه زن کوچه نشناخته. وقتی میگه وای کوچه برآمده است آنچنان کوچه زیبا کرده است که شوهری خودش میگه زنش در کوچه نشناخت میگه، زیرا که او صورت بدترین میگه صورت در خانه پیش شوهر ده. برای همین بسیار این موضوع مهمه برای زنها، بسیار نقش کلان می‌بازد.